داریم درباره فتح سرزمین قدس از دست صلیبی ها به دست صلاح الدین ایوبی صحبت بکنیم. در مورد سرزمین قدس و سلطان صلاح الدین ایوبی، کسی که واقعا بار دیگر مجد و عزت اسلام را به سرزمین قدس و مسجد الاقصی برگرداند و بازگرداند و تاریخ اسلام را دوباره زنده کرد. اگر در زمانی که شخصیت سلطان صلاح الدین در آن زمان و در آن عصر را مورد مطالعه قرار دهیم، میبینیم که زمانی که سلطان صلاح الدین به ظهور میرسه، کلاً در خلافت اسلامی و سرزمین اسلامی و در اروپا حالتهای خاصی وجود داشت. بدین صورت خلافت اسلامی در دست عباسیان بود، اما خود خلفای اسلامی و خلفای عباسی دچار ضعف شده بودند، آن هم به وسیله نفوذ گروه ها و قوم های دیگر که از آل بویه تقریبا شروع میشه و در زمان متوکل به بعد به اوج خود میرسه، که قبایل و گروه های دیگه که فرماندهان بودند و نفوذهایی در کشور داشتن میان و سیطره حکومت میکنن، قدرت در دست خود میگیرن و حالتی رخ میده که ضعف و ناتوانی بر خلیفه حاکم میشه، اگرچه که خلیفه وجود داره. و علاوه بر این کشور اسلامی در کل حالت خودمختاری در خودش وجود میاد. یک قسمت سامانی است، طاهری است، ایوبی است، زنگی است و ادارسه و نمیدونم اینها در آفریقاست و سلجوقیان حاکم بودن در بغداد و در این مناطق. اون موقع نفوذ و قدرت قومی که بر بغداد و بر خلیفه بود سلجوقیان بود، در زمانی که سلطان صلاح الدین به ظهور میرسه. فاطمی ها بر سرزمین مصر حکومت میکردن. فاطمی ها شیعیان بودن از عبیدی ها، معروف به عبیدی ها، که مصر را تصرف کرده بودن و از خلافت اسلامی یعنی از خلافت عباسی بیرون اومده بودن. علاوه بر این اروپا هم کلاً دچار دو دستگی و جنگ های شده بود و از حالت های جنگی وجود داشت و ناامنی و حس ترس و حس برگرداندن قدرت به خود برشون وجود داشت و احساس میکردن که بازگشت قدرت بر این سلطان ها، این مثلا ملکه پادشاه انگلیس، پادشاه فرانسه و آلمان و بقیه، میخواستن قدرت رو بر بگردن برای خودشون و اون هم به چه وسیله بود؟ به نفوذ و گرفتن سرزمین عبادت آنها، یعنی سرزمین قدس. و وارد شده بودن، جنگ صلیبی آغاز کرده بودند و سرزمین قدس را گرفته بودند، تحت تصرف خود قرار داده بودند. اونم گفتیم به واسطه ضعفی که در حکومت مرکزی خلافت اسلامی وجود داشت. در این گیرودار و در این حالت سلطان صلاح الدین ایوبی متولد میشه. اسم صلاح الدین یوسف ابن ایوبه، یوسف ابن ایوب ابن شادی، که بعدها لقب صلاح الدین به او اطلاق میشه. یعنی اسم اصلیش صلاح الدین نیست بلکه یوسفه و مؤسس اصلی دولت ایوبیان را میتونیم خود یوسف را قرار بدیم که بر سرزمین شام و فلسطین و مصر حکومت میکنه دولت ایوبیان. پدرش ایوب که معروف بود، ملقب بود به نجم الدین، و عمویش اسدالدین شیرکو به عنوان فرماندهان سلجوقیان و خلافت اسلامی در منطقه تکریت حکومت میکردند. در سال 532 هجری حادثه ای رخ میده. در قلعه تکریت اونها فرمانده بودند. حادثه ای رخ میده. یکی از فرماندهان سلجوقی دست درازی میکنه به ناموس یک زن، به یک زن دست درازی میکنه و اون زن نزد شیرکو دادخواهی میکنه از اون فرمانده. شیرکو هم برای انتقام از ناموس و
انسانهای غیور و مردی بودن. شیرکو برای انتقام از اون زن که بهش تجاوز شده با اون مرد درگیر میشه، با اون فرمانده، و اون فرمانده کشته میشه. این یکی از فرماندهان سلجوقی در قلعه تکرید کشته میشه توسط شیرکو، و اون هم به خاطر مردانگیش و دفاع از شرفش بود. وقتی که این کار رخ میده، مجاهد الدین بهروز حاکم بغداد در آن زمان از طرف سلجوقیا، این دوران هم در زمان مستضی بالله خلیفه عباسی بود، چون میدونه که حیران میمونه در کارش که آیا از اینها دفاع بکنه، از شیرکو و ایوب، نجم الدین ایوب، یا از اون فرمانده که از قوم و از سلجوقی است تا شورش بخوابه و انتقام گرفته نشه، یعنی باعث جنگ داخلی نشه بین خودشون. چون که اسدالدین و شیرکو هم فرمانده، اسدالدین شیرکو و نجم الدین ایوب فرمانده های خود مجاهد بهروز بودن. اینجا نمیدونه چه کار بکنه، از این دو شخص درخواست میکنه که شبانه که شده شهر تکرید را رها بکنن و برن. در اون روز که هنوز در تکرید بودن، شخصیت مورد داستان ما یعنی یوسف ابن ایوب یا صلاح الدین ایوبی به دنیا میاد. در قلعه تکرید، در شهر تکرید به دنیا میاد و در شبش پدرش و عمویش یعنی نجم الدین ایوب و اسدالدین شیرکو کلاً با این کودک تازه به دنیا آمده با خانواده از شهر بیرون میان و گفتیم چرا دیگه، به خاطر قتلی که و یکی از متجاوزان به ناموس را که کشته بودن، والی بغداد از آنها درخواست میکنه که شهر را رها بکنن. اینها شهر را رها میکنن و میرن و به طرف موصل. موصل در آن زمان در دایره حکم سلجوقیان نبود، بلکه به دست عمادالدین زنگی اداره میشد. موصل و این مناطق و حلب در بعدها و دمشق توسط زنگیان اداره میشد. در یک زمانی عمادالدین زنگی با مجاهد الدین بهروز وارد نبرد میشن، یعنی سلجوقیان با زنگیان. عمادالدین شکست میخوره، عمادالدین زنگی، و وقتی که شکست میخوره تکرید بین راه موصل و بغداد قرار داره. عمادالدین به اونجا میره، اما اسدالدین و ایوب خیانت نمیکنن به این شخص و اون را دستگیر نمیکنن، بلکه به اون شخص به لشکرش محبت میکنن و اجازه میدن که برن بگردن، بدون که اونها را اسیر بکنن، دستگیر بکنن و اونها را تحویل سلجوقیا بدن. این خدمت و این خیری که در یک زمانی کرده بودن به زنگیان و به عمادالدین اینجا به دردشون میخوره، چون وقتی که اینها از تکرید میرن بیرون، میرن با خودشون سفر میکنن، با این کودک داستان ما که در روزش به دنیا اومده بود شب حرکت میکنن تا اینکه میرسن به موصل. عمادالدین از اونها استقبال میکنه، به اونها اکرام میکنه و اونها را منطقه‌ای رو دست اونها میده که زندگی بکنن و بعد اونها رو وارد لشکر خودش میکنه، یعنی اسدالدین و ایوب را، عموی صلاح الدین را و پدرش را. جنگ ها برای فتح دمشق توسط زنگی ها شروع میشه که فرمانده های دو تا از فرمانده آنها هم خود ایوب پدر صلاح الدین و اسدالدین عموش. اونها موفق میشن که دمشق رو بگیرن، تصرف بکنن، به دایره خودشون یعنی زنگی ها وارد بکنن و شهر بعلبک و این مناطق رو هم بگیرن و تصرف بکنن. اسدالدین و ایوب با خانواده خود کلاً به منطقه بعلبک وارد میشن و معروف است که کودکی صلاح الدین ایوبی در شهر بعلبک شروع میشه و در اونجا قرآن را حفظ میکنه، حدیث و فقه و فنون جنگی و لغت و تاریخ و حتی چوگان سواری که از هنر ایوبی ها بود نیز در اونجا یاد میگیره. علوم اسلامی کودکی یعنی در حد کودکی یاد میگیره در اونجا و قرآن را هم حفظ میکنه. اما به خاطر درگیری هایی که بین اسدالدین عموی صلاح الدین و والی دمشق رخ میده، والی دمشق
بعلبک را محاصره میکنه مدتی و بعد از این که محاصره به طول می انجامه، نورالدین محمود زنگی که حاکم زنگی ها شده بود بین آنها صلح برقرار میکنه و اسدالدین شیرکوه و صلاح الدین و خانواده آنها به دمشق وارد میشن، میرن به دمشق از بعلبک. در اونجا فرمانده و حاکم لشکر قرار میگیره عموی صلاح الدین اسدالدین شیرکوه. در آن زمان گفتیم که سرزمین قدس در دست صلیبی ها بود. جنگ هایی در منطقه شام رخ میده، به خصوص در منطقه های ساحل که خود ایوبی ها در آن شرکت میکنه. یعنی صلاح الدین اینها رو ملاحظه میکنه که صلیبی هایی هستن که در حال جنگن، دارن نبرد میکنن و دارن به سرزمین اسلامی وارد میشن، نبردهایی صورت میگیره و میبینه هم که چقدر شور دارن مسلمان ها برای بازگیری قدس، بازپسگیری سرزمین قدس و اینکه دوباره به دایره اسلام بر بگرده. اینها رو که ملاحظه میکنه، صلاح الدین با خود احساس شجاعت، دلیری و این چیزها را در خودش احساس میکنه. و وقتی که نورالدین گفتیم در دمشق وارد میشه، صلاح الدین به دوران نوجوانی خود رسیده بود. یک نوجوانی بود که فرزند قهرمان و عموزاده قهرمانی بود. در اینجا یک میان برنامه با هم میبینیم و ادامه داستان را با هم مرور میکنیم. وصال حق، ارمغان همدلی و محبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و کسانی که از علم و دانش برخوردار شده‌اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. بله بینندگان عزیز، صلاح الدین وقتی که نورالدین محمود زنگی یا نورالدین محمود بن عمادالدین زنگی حاکم و بر دمشق قدرت پیدا میکنه، شخصیتش بیشتر به ظهور میرسه و جزو یکی از مأموران سری نورالدین قرار میگیره. صلاح الدین به عنوان مأمور سری نورالدین انتخاب میشه و امور سری که بین ارتش، فرماندهان ارتشش و نورالدین رد و بدل میشه، چه کسی اون رد و بدل میکنه؟ خود صلاح الدین ایوبی. یعنی شخصیت مورد اعتماد نورالدین زنگی و زنگیان قرار میگیره و بعد از مدتی به عنوان فرمانده پلیس شهر دمشق انتخاب میشه صلاح الدین ایوبی. این باز قدرت و سیاست مداریش براشون بیشتر واضح میشه و مقامش بالاتر میره و معروفه که وقتی که فرمانده پلیس و رئیس پلیس شهر دمشق میشه، یک امنیت خاصی رو در دمشق حاکم میکنه، دزدها رو سرکوب میکنه، فاسدها رو اونها رو از بین میبره و یک امنیتی بر دمشق حاکم میکنه که در شعر عربی هم ذکر شده که به این صورت که میگن اگر یوسف مصر دست زنان را قطع میکرد به خاطر جمالش، یوسف شام که منظور صلاح الدین گفتیم اسمش یوسف، دست مردان را قطع میکرد، اونها مردان دزد و غارتگر، که کلا امنیت خاصی بر دمشق در زمانی که رئیس پلیس بود حاکم میشه.
اما شروع کار و رهبری و فرماندهی بزرگ ایوبیان و کلا صلاح الدین زمان شروع میشه که دایره حرکت آنها به طرف مصر کشیده میشه. مصر در آن زمان در دست فاطمی ها بود، اما قدرت فاطمی ها رو به ضعف بود. خلفای فاطمی به عنوان یک بازیچه هایی بودند در دست فرماندهان که با هم دشمن بودند. در آن زمان عاضد یا عاضدالدین خلیفه فاطمی بود. دو تا از فرماندهان و وزرایی که با هم در نبرد بودند، دو وزیر از وزرای عاضد، یکی معروف بود به زرقام و دیگری شاور، این دو همیشه با هم در حال جنگ و نبرد بودند، با هم دشمن بودند. یکی یه موقع این میگرفت اون یکی شورش میکرد، یه موقع این حکومت میگرفت اون یکی شورش میکرد، تا اینکه زرقام قدرت رو بر مصر به دست میگیره به عنوان وزیر و با شاور میجنگه. شاور فرار میکنه و حتی فرزند شاور طی ابن شاور را میکشه. این امر و این ضعفی که در شاور به دست به وجود میاد، شاور احساس ضعف میکنه و فرار میکنه از مصر، میاد به دمشق و پناهنده میشه به زنگی ها، نورالدین محمود زنگی، و از او طلب کمک میکنه که اونو باز بگردونن به سرزمین مصر تا به خلافت برسه و زرقام را شکست بده. در اینجا کسی که بالاخره چون به او پناهنده شده بود و از او درخواست کمک کرده بود، زنگی ها و نورالدین محمود زنگی هم بدش نمیاد که از حال و اوضاع مصر آگاهی دقیق پیدا بکنه. چیزهایی شنیده بود که اختلاف هست، ضعف هست اونجا، اما مطمئن نبود. در اینجا از اسدالدین شیرکوه و نجم الدین ایوب درخواست میکنه، یعنی از این فرماندهان بزرگ ایوبی ها که فقط از قبیله خانواده ایوبی ها بودن و از اکراد بودن، از این کردهای ایوبی درخواست میکنه که برن به کمک شاور. و دو هدف داشت، یکی کمک شاور و دیگری مطلع شدن از اوضاع مصر، چون شنیده بود گفتیم که مصر در حال ضعف خلافتش. صلاح الدین هم اگرچه که با رفتن به سرزمینی که دست شیعه ها و رافضی ها بود مخالف بود، اما با پدر و عمویش وارد این لشکر میشه و به همراه اون لشکری که به طرف مصر حرکت میکنه میرن. آنان در جمادی الاولای سال 559 هجری وارد مصر میشن و میتونن با هم زرقام را شکست بدن و شاور به وزارت برسه. زرقام که شکست خورد و کشته شد، شاور به وزارت فاطمیان انتخاب میشه. در اینجا شاور خیانت میکنه به این صورت که لشکر زنگی هایی که به همراه اسدالدین اومده بودن در مصر بودن، شاور یک نامرسانی و یک مخفیانه، یک تبادل نظر و نامنگاری و طلب همکاری مخفیانه‌ای بین خودش و مسیحی‌ها را آغاز میکنه، صلیبی هایی که در فلسطین حکومت میکردن. از اونها درخواست کمک میکنه و اونها هم به دعوتش لبیک میگن، نیرو میفرستن. وقتی که نیرو میان و میخوان زنگی ها را محاصره بکنن، اسدالدین میفهمه که شاور خیانت کرده، برمیگرده دوباره به دمشق و وارد جنگ نمیشن. اما چه چیزی رخ میده؟ یک لشکرکشی بزرگی را آماده میکنه، با نیروی قویتر و بزرگتر برمیگردن و میخوان با شاور و صلیبی ها جنگ بکنن در مصر که اون دوتا با هم متحد شده بودن. مدتی بین آنها یعنی حالت جنگ شروع میشه بین آن دو گروه، بین صلیبی ها و فاطمی ها و بین زنگی ها به فرماندهی اسدالدین. اما جنگی رخ نمیده و سرانجام با هم صلح میکنن، پیمان صلح میبندن بدون جنگ و بدون اینکه نبرد سختی رخ بده. نیرویی که اسدالدین آماده کرده بود به طرف مصر میره و نبردهایی آغاز میشه و جنگهایی صورت میگیره، اما سرانجام با هم صلح میکنن و این صلحی که میکنن دوباره نیروی زنگی ها به دمشق برمیگردن و اونها به طرف خودشون میرن، یعنی شاور و صلیبی ها. اما صلیبی ها وقتی که میبینن ضعف و
دو دستگی در لشکر شاور و این گروه وجود داره، تصمیم میگیرن که مصر را فتح بکنن، مصر را به زیر حکومت صلیبی ها بیارن. در اینجا شاور احساس خطر میکنه، احساس میکنه که نیرویی برای حرکت به طرف مصر از طرف صلیبی ها هست. تصمیم میگیره که زنگی ها رو در اطلاع قرار بده و زنگی ها رو مطلع میکنه که بیایین به داد ما برسیم که صلیبی ها در حال حمله به سوی مصر هستند. بار دیگر نیروی زنگی ها یعنی نیروی شام وارد مصر میشن و وقتی که صلیبی ها میبینن که مردم مصر و شام با هم متحد شدن برای نبرد با آنها، از تصمیم خودشان فتح مصر منصرف میشن و برمیگردن. نبردی صورت نمیگیره، اما اسدالدین و کلا ایوبی ها و زنگی ها میدونستن که به شاور اعتمادی نیست، نمیشه به شاور اعتمادی بشه. به این صورت شاور از خلافت، از وزارت خلیفه عاضد عزل میشه و وزیر فاطمی ها کسی نمیشه جز اسدالدین شیرکو، عموی صلاح الدین. بعد از اینکه عموی صلاح الدین اسدالدین شیرکو نیز وفات پیدا میکنه در مصر، وزارت به دست صلاح الدین ایوبی میفته. صلاح الدین ایوبی در اون زمان در اوج قدرت و پختگی شده بود و گفتیم جنگ هایی که رخ داده بود هم همه چیز به دستش اومده بود که چه کسی خیانتکاره و چه کسی و چه کارهایی باید انجام بده. در اینجا نکته هایی بهش گوشزد کرده بودن عمویش و پدرش. عمویش قبل وفات گفته بود که تو تا زمانی که نورالدین محمود زنگی در حیات است هیچ وقت اعلان استقلال، اعلان جدا شدن از اینها نکن، بذار مصر و اینها تابع هم باشن. اگرچه که به ظاهر مصر در دست فاطمی ها بود، اما گفتیم خلیفه فاطمی ها عاضد، این آخرین خلیفه، مریض بود، قدرتی در دست نداشت و بازیچه دین وزرا بود و این وزارت الان به دست صلاح الدین ایوبی افتاد به این صورت که بیان کردیم. در اینجا صلاح الدین شروع میکنه، چون قدرت اول حکومت فاطمی ها میشه، به امور اصلاحی، به این صورت که قاضی های که مذهبشان مذهب شیعه بود عزل میکنه از قضاوت. ناآرامی هایی که وجود اومده بود کلا سرکوب میکنه در دولت فاطمی ها و بدعت هایی که وجود آورده بودن شیعه در مذهبشان، مثل گفتن اشهد ان علی ولی الله، حی علی الخیر العمل، اینهایی که اصلا حتی در خود مذهب شیعه هم دلیلی نداشت، دلیل ندارن، تا الان هم دلیل ندارن در مذهبشان، میگن مستحبه، نمیدونم یک چیزای دیگه، نمیگن سنت یا واجبه، نمیتونن یک دلیل هم از کتاب و از سنت و از قول انبیا براش بیارن، از قول ائمه براش بیارن، جز اینکه بگن مستحب، اینها رو از بین میبره و به این صورت اذان واقعی اسلامی دوباره در شهر قاهره و در سرزمین فاطمی ها بلند میشه و به او پیشنهاد میدن در زمانی که هنوز عاضد نمرده که میگن اصلا خطبه هم به نام خلیفه عباسی یعنی مستعذی بالله شروع بکن و کلا خلیفه فاطمی را عزل بکن. به این تصمیم جامعه عمل میپوشونه صلاح الدین و هنوز اون شخص یعنی عاضد که در حال مرگ نمرده، خلافت اونها را عزل میکنه و اعلان خلافت یعنی پیوستن سرزمین مصر به حکومت عباسی و خلافت بزرگ اسلامی اعلان میکنه که مصر به اونها پیوست. وقتی که این رخ میده خطبه هم به نام خلیفه میخونه و معروفه که خلیفه‌ای که در حال مرگ بود یعنی عاضد این را احساس میکنه که واقعا عزل شده، قدرتی نیز و انقلابی صورت گرفته در مصر. اینجاست که صلاح الدین را میطلبه و میگه من میدونم که تو این کارها رو انجام دادی، من را عزل کردی، ولی کاش صبر میکردی، من که در حال مرگم، من میمردم، بعد این کار رو انجام میدادی. بعد از مدتی عاضد هم وفات میکنه و به این ترتیب کلا خلافت فاطمی ها تمام میشه و صلاح الدین ایوبی به عنوان حاکم و والی مصر انتخاب میشه. در اینجا به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. انشاءالله در برنامه دیگر ادامه این داستان را با هم مرور میکنیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.